دعایی برای شکرگزاری از خدا بابت امروز. بیایید با هم دعا کنیم. خدای بخشنده، امروز صبح با قلبی پر از سپاسگزاری به حضورت می آیم. شکر برای هدیه روزی تازه و فرصتی دیگر برای تجربه رحمت‌های نوین تو. هنگامی که وارد این روز می شوم، از تو می خواهم مرا از قوت و حکمت خود سرشار سازی. بگذار در راه‌های تو قدم بردارم و با نور حقیقت تو هدایت شوم. شکر برای برکات و شادی‌هایی که امروز برایم فراهم کردی. کمکم کن همواره حضورت را به یاد داشته باشم، در وعده‌هایت آرامش بیابم و نیکویی تو را در هر کاری که انجام می‌دهم منعکس سازم. این روز را به تو می سپارم با اطمینان به اینکه نقشه تو برای من کامل است. به نام عیسی دعا می کنم. آمین.